پسر حتی پلکم نزد وقتی میله آهن داغ رو دید و همین شد نشونه شجاعتش. استاد پرسید چرا سرت رو پایین ننداختی؟ پسر گفت نمیترسم. بعد استاد کتری جوش رو برداشت، چای ریخت توی لیوان‌ها و آب جوش رو هم ریخت روش. همه رزمیکار بودن اما هیچ کدوم طاقت سوزش اون آب رو نداشتن. فقط این پسر تحمل کرد چون با بقیه فرق داشت. آخرش استاد خواست آب جوش رو بخوره و پسر بدون مکث خورد. استاد بهش افتخار کرد و گفت هر کی سر رئیس باند دریای شمال رو بیاره قهرمان بزرگ این دار و دسته میشه و من بهش میگم پسرم. مثل تاج میذارمش روی سرم. استاد به هیچ کس اعتماد نداشت ولی به این پسر کامل اعتماد داشت. پسر رفت سراغ رئیس دریای شمال ولی اون آدم معمولی نبود. سالها تجربه داشت و یه شمشیر تیز جلوی دستش بود که خیلی ها جلوش خم شده بودن. با این حال پسر آماده بود و حمله ها رو جواب داد. آخرش رئیس شمشیر پسر رو شکست و پسر بی سلاح شد. اما وای نایستاد. با دست خالی شمشیر حریف رو گرفت و یه مشت محکم زد که فکش لرزید. بعد پرید بالا و یه ضربه زد که رگ‌های سرش رو بست. شمشیر رو قاپید و محکم پرت کرد. رئیس زنده موند اما شمشیر رفت توی ستون فرو شد. پسر فرصت نداد. مشت رو مستقیم کوبید توی سینه‌اش. رئیس با همون شمشیر خودش کشته شد. اصلاً فکر نمی‌کرد یه روز تیغه خودش جونش رو بگیره. مأموریت تموم شده بود ولی بیرون بردن سرکار راحتی نبود چون صدها نفر دور تا دور اونجا رو گرفته بودن. حالا آیا پسر میتونه سر بریده رو برسونه و واقعاً پسر استاد بشه؟